یک دو سه صدا یک دو سه صدا اومدیم جواده رامسر با حال هوای پاییزی. جاتون خالی تا آخر ولاگ با ما همراه باشید. اومدیم ولاگ از جاده یادم آمد بگم دیلمان هم تقریبا همین شهریار تمامش کنیم برگردیم از جای سلام دوستای عزیزم، صبح زیبای پاییزیتون بخیر. مرتضی هستم. اومدیم ولاگ از جاده پاییزی جواده رامسر براتون بگیرم. امروز دوشنبه 3 آذر ماه، ساعت هم 9:40 دقیقه. تقریبا جاده رو 2-3 کیلومتر شروع کردیم. جاده تازه است. ولاگ قبلیمون هم بازدید خوب گرفت، هم خیلی کامل بود. تقریبا از وسطای ابتدای رامسر گرفتم. اگه علاقه دارین جاده رو از اول ببینیم، پیشنهاد میکنم اون ولاگ هم نگاه کنین. لینکشو حتما براتون قسمت این توضیحات این ویدیو میذارم. دوست داشتین اونو نگاه کنین. گفتم دیگه الکی ویدیو طولانی نشه، بخش اولشو چی کنیم با جنگل و اینا برسیم. منم مرتضام هم گفتم یه بار دوباره میگم که یادتون باشه بریم یه جاده پاییزی هم با هم تماشا کنیم، ببینیم چه خبره. جاده رو کلی پول میگیرن. وضعیت جاده رو میبینین. امروز دوشنبه تعطیل هم هست، خاطر وفات شهادت ما نفهمیدیم فاطمه زهرا تو تقویم وفات زده، حتی شهادت زده. اینم آشه یه جلوتر اینجا عوارض هم میگیرم. با وضعیت جاده نگاه کنید، نگاه کنید. حالا دوربین میگیره صداش ولی میاد. حالا باز یه خورده وضعیتش بهتر شده. مثل اینکه سری قبل ولاگ ببینین واقعا افتضاح بود. میایین اینجا حتما احتیاط کنین. تطلع هوا گرمه. تقریبا تو یه ماه 2 ماه اخیر فقط یه روز 2 روزونم بارون خیلی جزئی، مثلا به قول چیز عمقی نیومده. خدا کنه بارون بباره، برف بیاد، یعنی تابستون بهار تابستون ما گرفتار میشیم. آهنگی هم که پلی میشه آقای محمد دستجردی، زحمت گیتارشو کشیدن. دوست داشتین هم تو اینستاگرام هم تو تلگرام میتونین سرچ کنین پیدا کنین، آهنگای ایشونه. اینجا زیاد هنوز زرد نشده، پایینی، حالا بالاتر زرد معلومه. چند روز پیش ولاگ چیزم براتون گرفتم، جاده دیلمان پاییزی، اونم دوست داشتین نگاه کنین. جاده دالخانی رامسر هم براتون 2 ماه پیش گذاشتم، اونم تو پلیلیست شهر رامسر میتونین پیدا کنین. دوست داشتین اونم هست. سگی بعد جا خوابیده بود. رامسر خب غربی ترین شهر و شهرستان استان مازندران، مرز بین گیلان و مازندرانه. جاهای دیدنیش هم علاوه بر اون داخل شهر زیبا، هتل، آب گرم، مجموعه کازینو، بولوار معلم یا بولوار کازینو، پلاژاش، تله کابین و مجموعه تفریحیش، پارکینگ و منطقه اینجا طرف سالاد محله است، اسمش یادم رفت، حرب کلک اشتباه نکنم باید باشه. اونجا آب گرم داره، اونجا
ییلاق قشنگ داره، ییلاق دالخانی، قلعه مارکو. همه جاش دیدنیه. خدای رامسر عروس گیلان، عروس ایران، گیلان لایجان باشه. الان اینجا عوارضی‌ها اینجا بودن که نیستن، خدا رو شکر. عوارض چی بده؟ اگه بودم من اونوری میرفتم. شما مگه اومدین حتما اونوری رد شین. پول چی به جاده رو نگاه کنین، شما نه سیس بهداشتی است نه جاده درست حسابی. پول چی میگیریم؟ پول طبیعت خدا، تمیزم نیست آخه. چون جاده نگاه کنین آشغال پره. پولو بگین کجا خرج میکنین، چشم من دوباره برم. بابت مالیاتی هم که میدیم ما راضی نیستیم. مالیاتی که حقوق ما میگیرن ما راضی نیستیم. این عوارض دیگه نگاه کنین، جاده کنار جاده رو نگاه کنین، این ماشین بری بیاد بری لاستیکت میترکه. وضعیت جاده بغل همین عوارضی هم هست. شما مگه اومد اینجا دیدین عوارض میگه از اون لاین بزنین برین، پول ندید، چیکاری هم نمیتونم بکنم. چون پول زوره. اگه مثلا مثل ماسوله باشه باز این خرج شهرش میشه مردمش. این پول چی میشه؟ جاده وضعیت جاده نیا کن. یه دور بیای با یه دور هم بری. KMC میخواد سبقت بگیره. حالا شما اگه دالخانی اومدین و جواهرده هم اومدین یا ولاگاشون رو دیدین با هم، برای ما کامنت بذارین به نظرشون جاده جواهرده قشنگ‌تره یا دالخانی. من خودم دالخانی رو میپسندم، طبیعتش واقعا قشنگ‌تره به نظرم. بعد انتهام نداره، اونجوری بس میشه به بالایشگور. اینجا این تهش بسته است، مثل 2000 تن کابونه شهسوار. برو همجان 72 سینم پلاک رامسر دیگه. فکر نکنم پر شده باشه هنوز. رستوران آبشار رامسر یاد تقریبا گیلکی صحبت میکنن تقریبا 100% گیلکی نیست. مثلا ما شرق گیلانی هستیم متوجه میشیم کامل چی میگن. یه چیزی نمیتونم بگن که ما نفهمیم. تو خودم 60 سال بزرگ شدم اینم گفتم دوستان هیچی هم، ولی منظورم که یه شرق گیلانی میفهم رامسری کامل چی میگن، به رودسر میخوره. جالب اینه که من چند روز پیش دیلمان هم رفتم، تا قبلا هم میدونستم ولی خب یادم اومد بگم دیلمان هم تقریبا همین شرق گیلانی حرف میزنن، چون از اون بر به ییلاق اشکبر وصله، مردمش خیلی بهم نزدیکن. کاملا مثلا لایجانی نیست. لایجانی و آستانه و لنگیر و اینا یه خورده لهجه و زبانشون فرق میکنه با رودسر. یه اصطلاحاتی دارن فعلاشون یکم با هم فرق داره. ما هم که همه گیلانیم، همه گیلانیم، شمالیم و ایرانیم. هیچ مرزی بین ما نیست، همدیگه رو هیچ مشکلی هم تو رامسریا با گیلانی واقعا خوب، اصلا مشکلی
جاده جواد مورد علاقه دوستان عرب زبانه، عراقی و از جای مختلف میاد. الان این تورای تو این فصل مهر ماه آبان اینا این تور برگزار میکنن. تا بهار اینا هم هست ولی این تایما زیاد دیدم داریم میای تو جاده این اتوبوسای اهواز و اینا خشک رودخونه. ساعت 9:50 است، شلوغ نشده. معمولا روزای تعطیل اینجا شلوغه، هوا سرده، صبح نمیان. ولی مثلا بهار و تابستون یا باشه صبح میبینی خانواده ها اومدن صبحونه هم میخورن، چادر زدن. الان شب، الان روز گرمه، الان من واقعا گرمه. الان من یه پیرن یه لا پوشیدم تا سرما و خنکی نمیکنم. این همین آبشار معروف جوارده، اینو آب نمیاد، میاد. چرا بپرم؟ میبینین گاوه جاده رو تکرار کردم، رعایت کنین. به این طبیعت الان یه پاییز واقعا خوشگلیه. برو دیگه، من کاری ندارم. او میزنه سریعتر برو. خب سبقت بگی برو دیگه، شاید دیگه ماشینش خراب باشه. دیگه لاین بیشتر نیست دیگه. من تو خاکی تو بری واقعا از اون کلشون عقل نیست. به به، اینم پاییز قشنگ. این بودی؟ به جای همه عزیزان خالی. عزیزانی که بیشتر به ما لطف داشتن. جالب میدونی چیه؟ تا می‌نویسم تو، میگم البته میگم که تا اینجا نگاه میکنی یه قلب سبزی، قلب بنفشی، قرمزی چی بذارین، الان میانگین بازدید میخوره ولی کسی ریاکشن نمیذاره. اگه تا اینجا دیدین این قلب سبز برای ما بذارین. البته اول ولاگه ولی خب نامرد نباشید. جادهش میبینین چقدر داغونه، به خاطر شما میاییم.
شده کیلوی 990 تومن. یه بگی 1 میلیون. 1 میلیون. 1 میلیون میشه $10 نمیشه، میشه $9. بعید میدونم تو خارج هم شما هستین نگاه میکنین اینجا $9 باشه گوشت گوساله. گوساله هم که گاو پیل. بعد $9. مثلا قدیمی اومدی اینجا مثلا سر صبح صحبت قدیمی این عطر بوی کباب میومد میزد تو صورت دم ظهر. الان یه مدت قبل میومدی بوی جوجه میومد. من چندین سال مرغ الان 140 تومن 43 یعنی 130 تا 143 اینا مختلف نرخ روز انگار. الان بیای فکر نکنم بوی چی بیاد. البته یه چیزی هم بود مثلا من تا چند سال پیشم روال ما این بود، مثلا ذهنیت ما این بود آقا بیشتر میچسبید که مثلا باورتون نمیشه مثلا ما تو شمال زندگی میکردیم میکنیم الان قدیم مثلا بابا مامان ما تفریح کردن زیاد وارد نبودن، فقط بهشون بنده خدا گفته بودن کار کنین. مثلا برای ما ذهنیت ما اینجوری بود که میای بیرون حتما با کباب بخوری. بیرون کباب. ببینیم صدام ضبط میشه مثلا چند بار پیش اومده. یک دقیقه ضبط شد. ذهنیت این بود که مثلا کباب بخوریم. میای بیرون مثلا غذای دیگر رو تست کردیم، مثلا کانال آشپزیمون رو کردیم، حتی مثلا کتلت درست کردن هم تو طبیعت خیلی میچسبه لعنتی. کتلت داغ هم اونجا نه از خونه بیاری یا یه پیکنیک بذاری روغن بذاری موادش حالا خونه درست یه چند دقیقه میشه وقت نمیگیرم. طبیعت هم میشه رنده زد یه چرخ کرده و مثلا با نون تازه باشه خیارشور گوجه همینا تو طبیعت میچسبه با همینا توش گوشت ولی خب منظورم که دیگه مثلا مثال میگم برای 4 نفر بخوای بیای مثلا 1 کیلو باید گوشت بگیری، 1 کیلو میشه 1 میلیون. 200 گرم چرخ کردم کار رو در میاره. حالا مثلا دیگه اومدن یهویی باشه مثلا تن ماهی با تخم مرغ مثلا میگن ترکیبش خوب نیست خیلی خوشمزه است بخوریم. دانشمند حرف ما زیاد نیست. مثلا تو طبیعت مهمه، اون طبیعت روی آدم عوض میشه اون غذاش زیاد مهم نیست. منم واسه ولاگیری تو خانم امینه پایی هستم بیایم بیرون چون اینجا صحبت میکنم رو ولاگ دیدم شما بیشتر دوست دارین بچه باشه خورده اذیت میکنه. بچه باشه اذیت میکنه مثلا توضیح داره. اینجا ییلاق زیاد توضیح خاصی هم نداشت، بیشتر مرور خاطرات بود. مثلا تو شهر میخوای بری مثلا جاده چی باشه یه سری نقطه یه سری فوشا نه یادم میاد که ولاگ برای دوستان جذابتر بوده و ما هم حرف دوستان رو گوش میدیم. با این تو شهر یارو پژو 2008 بود سر بریدگی هم تو لاینی چسبیده به بریدگی نبود، لاین بغلیش بود. حالا من همیشه از اون بولوار میشمارم لاین 2 یهو زد و ترمز کشید کنار جاده پارک کنه بزنه کنار یهو بدون دلیل بدون راهنما. نمیدونم واقعا بعضی چی گواهینامه میگیرم کیلویی خودم البته با پارتی گرفتیم ولی چی بگم من نمیدونم یهو آدم رو ترمز میزنه نه راهنما اینه اونم لاین 2. یعنی من یه لحظه رو نیشتون بود نزدم زده بودم پاشش. من روز تعطیل گرفتار بودیم. به خدا ساعت 7:30 بیدار شدم
الان شیفت دارم، باید برم بیمارستان بعد از ولاگ. 2 روز شیفتم، 48 ساعت شیفت، باید بیمارستان شیفت وایسم. صبح زود اومدم که مثلا این ولاگم براتون بگیرم با همه سختیاشو. چیز و مطمئنا تعطیلات هم پراغ غریب زیاد است، مطمئنا شیفتمون هم شلوغه. با همه سختی ها مثلا صبح زود اومدم، بیدار شدم، از رشت اومدم اینجا براتون ولاگ بگیرم. مردم گرفتار میکنین روز تعطیل. جالب میدین چیه؟ جالب هم اینه که میزد رو ترمز چی میکرد، تقریبا تغییر مسیر حساب نمیشد. من پشت دادم، مقصرم خودم بودم. بعد سرعتگیر بود، شتاب میگردم داره میره دیگه، ماشین بغلی بدون راهنما از پیچید. یهو تصمیم گرفت که بزنم ترمز بره کنار. نه قوانین دوربین داره ماشین، دوربین ثبت وقایع داره، ولی باز ارجوع حساب کنه من پشت دادم دیگه، مقصر منم. ما رو گرفتار کنه روز تعطیل. بریم بررجان باشو. به این دیگه اصل پاییزه. ولی دوستان از تالش و اسالم اینو میذارن کلاردش. البته چی دا مثلا کنار جاده وای نمیذارن، میرن دل جنگل. ما راستیتش وقتشو نداریم. بعد بلاگای طبیعت ما معمولا بلاگ ویو نمیخوره، من نمیدونم چرا. دوستان بازار میذاری 3-4 کا میخوره، طبیعت میذاری خودشو میکشه، بعد یه ما 1 کا میشه. کشش طبیعت رو نداره. حالا مثلا شما پاییز دوست دارین بلاگ سیدشت ما رو ببینین، سیدشت رودبار واقعا اونجا قشنگ بود، یعنی مغز پاییز بود. الان فکر کنم 3 کاه بعد از 1 سال باز ماشین رفت گیر کرد اونجا. بچهای آفرود تالش ما رو در آوردن، دستشون در وینچ جلوی آفرود میمندن، بوکسل ماننده بهش میگن وینچ، با ما رو در آورد تو گل. اون همه سختی، اون همه زحمت، به قول نقی معمولی زن بچه رو بردیم هیچ. بازار قشنگه. بازار رامس اینجا تا اینجا دیدین. من ولاگ از رانندگی تو رامسر گذاشتم، بازار رامسر گذاشتم، بازار شنبه بازار و بازار مای فروشان. دوباره باید بیام ولاگ بگیرم، بازارش باحال جذاب. دارم خواستین تو پلیلیست شهر رامسر هست. از رامسر گرفتم تا لایجان، رامسر شهسوار رامسر. جالب میدونی چیه؟ الان شما 1-2 ماه دیگه میاین این مسیر، همین مسیر رو میرین، 1-2 ماه دیگه میاین این برگا همین زردام نیست، درختا کلا مثلا یه تیکه بالا سر ما مثلا یه تیکه مثلا لخته هیچی نیست، خیلی دلگیره. حالا برفم بزنه یه خورده قشنگ میشه، ولی جنگل رو به رو میبینین الان زرد شدن. بعد مثلا فروردین ماه میای، اول فروردین میای میبینی قنچه‌های سبز زدن، تقریبا 1 هفته بعد با اختلاف میای میبینی کلا سبز شده، مثلا حس امید و سرسبزی و حالا کار به وضعیت چیزی ندارم. من طبیعت رو میگم، آدم کیف میکنه، شوق میکنه. مثلا زمینی که تقریبا مرده است دیگه، زمستون یه اینجوری سرزنده میشه.
اگه این ولاگ خوب بازدید بخوره من اینو کی باید بذارم، انقدر ولاگ دارم تو نوبتن. این بازار رشت داره ویو میخوره. بازار رشت داره ویو میخوره، دلم نمیاد اون، چون واقعا دو سه ماه اذیت میکنه منو یوتیوب. هم میایم ولاگ میگیریم به عشق دوستان میایم. این موقع برگشت براتون از طبیعتون روبرو میگیرم. من دارم 40 تا میرم. کوچولو توپلی کجا داری میری عمو؟ فکر کنم دارن چوچان میکنن. ماهی خوران. نیکان، اصلا پسرم نیکانه. جا گاز کشی نیست، نه کپسول گاز دارم میارم بالا. آشغال کنار جاده دیدین؟ جا گذاشتن یکی شهرداری بیاد برداره سر کوچه ساعت 9 شب. آشغالتون رو با خودتون بیاریم، به خدا اینجا بومیاش هم آشغال خودشون رو نمیارن. چرا؟ اصلا وظیفه بومیان نیست، وظیفه خودته دیگه. شما میای تو طبیعت تفریط میکنی، وظیفت آشغال تو بیای پلاستیک صندوق هم جا میگیره. چیز خیسی هم نیست بگی آب میچکه شیرابه میده، چون توش میوه گندیده و نمیدونم اینا نیست که آب بده، میوه خشک دیگه بیشتر اکثر. پوست پرتقال و اینا رو میوه که همونجا بذاری هم میپوسه اصلا. حالا یه خود دفنش کنی که بهتر کود بشه. مثلا پلاستیک و دیگه اینا رو باید خودت شورت برسه بیاری. کبابی جیرکو. جیر تو شرق گیلانی یعنی پایین، جیرکو یعنی کوه پایین. اینجا چون از حالت پاییز یکم پاییزی بالاتر هم داره، تا اگه درخت نداره دیگه اینجا جاده داره. نه ولاگو تمامش کنیم برگردیم از جای مختلف براتون بذارم. خب انگار اون بالا میخورده درخت هست. اینجا زمستون زنجیر چرخ رو ببندیم. یه بار اومدیم اینجا تو برف عکاسی. پایین یه دونه چیز داره بهش میگم دریاچه قوبش میگن اشتباه نکنم. پیاده رفتیم پایین. چیز قشنگی بود. تقریبا نیم متر برف. رفتیم عکاسی، اون موقع عکاسی میکردیم سال 91. جاده رو میبینی خداییش پول چی باید دادم بده. ماشین همونجور داره صدا میکنه میاد صداش میاد دیگه. داده من 40 تا دارم میرم 30 تا. هر مثلا اینجا رو آسفالت کردم، یه تیکه چه خار داشت.
سلمل. یه دونه استاد داشتیم، استاد ما نبود ولی پرستاری بود، سلملیان. اینجا مال اینجان، بومیای اینجان. تقریبا نزدیک انتهای جواردیم. اینجا ما دیگه دور میزنیم چون منظره ها رو براتون جدا جدا فیلم میگیرم. اینجا جای دور پیدا کنم، جای دور ایمن. آبریزش بینی گرفتیم امروز. این روستاشون نمیدونم شاید روستای جوارده باشه، چیزی نزده بود. تابلوی نه مسجد جامع است. اینجا سلمله، نوشته سلمل. سکوتشو میمونه با فریاد میگن که باز میخونه دیگه فرنگیست عشق داغونم کرد به کی بگم. تابلو سفیده هم بخونم براتون. پایگاه امدادی. هم رادارخانه جوارده. اونجا دیگه ما دور میزنیم بریم جای مختلف جاده رو براتون بگیرم. موتور سوارشان به قولش بومن. این هم منظره پاییزی جوارده. الان میریم پایین ترم براتون بازم بگیرم. سکوت، آرامش. ما به اینا میگیم چپر. با چوب لایه لایه میچرخونم. یعنی منظره زیبا تقدیمشون. درخت کاج هم داره مثلا. جاده رو ما از اون جاده اومدیم ما میبینیم. جاده هم براتون بگیریم. منظره قشنگ متاسفانه با آشغال. آبشاری است. آشغال میبینین پوست این پوپیلاه. اینجا سفره یه بار مصرف. کنار جاده هم هست و دوری هم نیست. من صدای شراب کنار جاده.
جای شما خواهد. جمع شد همه رفتن، عربان رفتن. چای مثل یاقوته ها، چای آتیشی جواده، چای یاقوتیه، چای لایجانه. حرف شما در نکنه. اون آشو میتونم فیلم بگیرم؟ بگیر. نه آجی آش داره. بلال آبپزه. این آش دوغه. من تو آش بیشتر. جای شما خالی. این آجی بلال هم داره. جاتون خالی. صدای آبم میاد. چشمه داره اینجا آجی؟ چه چشمه داری؟ آره این آب رودخونه است، دوباره برمیگرده به رودخونه. اون پیچش بالا دوباره میاد. حالا اینم یه دکه به سبک قدیم. داخلش یاد ندارم. کنم آلوچه هم داره. پایینم براتون بگیرم. آلوچه هم داره. میزاجی هم باحاله. اسلب بهش میگن، چی میگن؟ برش تنه درخت. چای آتیشی. امیدوارم که ولاگ لذت برده باشید. لایک و کامنت و نظر فراموش نشید. همتون رو دوست دارم. اینم آبشار جوارده. این آب نماش.
جارو زدن. جارو زدن. جارو. چطوری؟ نبو دارم تازه باقالی پخته ماشاءالله آش دوغه میشه درشو برداشت؟ این آش دوغ آش رشته به چه عبد پرتغالی میگه اما گفت پرتغال توی سیتا پرتغال محلی آبدار سیتا خدای مفتا نارنگی میگیم کامپوت یا همجور خام میخورم یا باش مربا درست این خورمالوی این فوجیه این کیوی اما فندق و گردو هم دارم من فندق ببینیم دیگه چی داره دو صنایع دستی هم دارم اونم نارنگی انواع ترشک و آلوچه اونم داره یکیشو بدون اجازه باز به قیسی به خاک نگیره در شد چایی هم داره آجی مربا مربای شقاقله مربای بهار نارنج آب نارنج آب غوره کنوس ترشی هم داره آنجا و بنار آلوچه هم داره عطر زیتونی و سیر ترشی هم سیر ترشی